سوال کرده است که چه حکمت هست که خداوند متعال گوشت خوک را حرام قرار داده است. شاید ما چندین بار گفتیم که در ذخیره حیاتی 23 ساله پیغمبری خدا صلی الله تعالی علیه و علی آله و صحبه و سلم که صاحب شریعت بودند، از شاگردان مکتبش که در حجة الوداع تعداد اونها زیادتر از 124,000 بود، چنین یک سؤال از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشده است که برای چی خداوند متعال این حکم را برای ما نازل کرد. این یک. دوم، خداوند متعال اسما و صفات دارد که در جمله اون اسماء الهی یکی هست الحکیم و هو العزیز الحکیم. معنای حکیم با حکمت، معنای حکمت آگاه بودن از عاقبت کارها. هر حکمی که از جانب حکیم می شود اون از حکمت ها خالی نیست. البته چون که منظور از احکام الهی امتحان هست و مقصد از امتحان فهمیدن نیست، مقصد از امتحان تربیه ما و شما هست. بنابراین همه احکام الهی حکمت دارند، اگرچه حکمت های اونها را ما بدانیم یا ندانیم. به هر حال علما در بعض موارد بعض حکمت هایی که برایشان آشکار شده است، اگرچه در این ضمن صدها حکمت در احکام الهی است که برای ما و شما و برای علما آشکار نشده است، بعض حکمت ها بیان کردند. درباره گوشت خوک را چه حکمت است که خداوند متعال حرام قرار داده است، امام رازی رحمت الله علیه در تفسیر کبیر می فرماید که هر غذای را که آدم استفاده میکند خاصیات همون غذا حتما در خورندهش، در کسی که استفاده کننده همون غذا هست، در این انسان هم پیدا می شود. می فرماید که در ترکیب گوشت خوک، در خودی خوک اصلا خصلت حرص هست، حریص هست. حرص از جمله صفتهای مذمومه و بد هست که انسان مسلمان باید حرص دنیا نداشته باشد. برای اینکه این حرص خوک در خورندهش تأثیر نکند، خداوند متعال برای نگه داشتن مسلمان ها از این صفت بد گوشت خوک را حرام قرار داده است. یکی از حکمت هایش. برای همین میبینیم که کسانی که گوشت خوک را استفاده کردند یا میکنند، اونها نسبت به کسانی که گوشت حلال استفاده میکنند در کسب دنیا، در جمع آوری دنیا حریص‌تر هستند. این یک حکمت. اگر خطا نکنم حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه در کتاب مشهورش حجت الله البالغه می فرماید که یک زمانه خداوند متعال بنی اسرائیل را به خوک و میمون تبدیل کرده بود، برای همین خوردن گوشت خوک را برای مسلمان ها حرام قرار داد. بعضی از علما هم عجیب نکته فرمودند که یک خصوصیت دیگر در خوک هست که هر کسی که گوشت اون را استفاده کند همون صفت در این پیدا می شود. نسبت به تمام حیوان ها به غیرت ترین حیوان، به حیاترین حیوان، به ناموسترین حیوان خوک است.
کسانی که گوشت خوک را استفاده میکنند ناموس عائله‌داری از اونها کنده می شود. برای همین است که خداوند متعال مسلمان باید ناموس عائله‌داری داشته باشد، این را برایشان حرام قرار داده است. علاوه بر این گفتم که صدها حکمتی که ما و شما از اون آگاهی نداریم. به هر حال وظیفه یک مسلمان در قبال یا در رویارویی با احکام شریعت این است که هر وقتی که حکم الهی آمد به چون و چرا و اون عمل کند، جستجوی حکمت نکند. چون که ما بعض احکام و قانونهای در شریعت داریم که از دایره عقل بیرون هستند. همه چیز را به عقل سنجیدن و بعد عمل کردن این دینداری نیست. مثلا در بالای مسح میکشیم، با تگ اون ره میگردیم، چیزی هست که عقل قبول نمیکند، باید به تهش مسح کشیم. برای همین یک حصه از احکام دین اسلام از عقل چی هستند؟ فراتر و بالاتر هستند که این را وحی میگوید.